بیا بیا ایدگل ها گیلا ایدگل به کجایی؟ چکار خیریاته؟ ایدگل ها حسین کو میگم چکار خیریاته؟ این نفس تو سخته براتون درس را شما نبیدیم مادر تو گفتم اسب خور ببرده و تا باغچه بسته کنه دیشب اگه تو مثلا امو خشت تا میشدی به نظری تو ما کد میخوردیم یعنی تو نفس سخته بیایید کمی گپ به من بگی یا درس را رفتی ببری با کدو گپه؟ خشت تعمه شد و ما میبردیم نه سکو تو جایی که ما به تو تبکی رسوندم خب ما به تو گفتم خشت تا شو تو خشت تا نشدی برفتی بالا پشه خب پشر تا شدی اگه خشت تا میشدی نمیبردیم میبردیم خب. یعنی دیگه تو بخاطر امی گپ به من دیونه سرگی تو از دیونه سرگی ماشاءالله از سرگی هم دیونه ای خود تو همه من به تو میگم که فلانی همینجا تبکی رسوندن که فلانی همین خشت تا شو هم تا که خشت تا میشدی مثلا انان برد ما 13 میشدیم آفرین یعنی من دیونه میاد تو گیلا و تو دیونه ای دیگه تو من وقتی خود بازی میکنی خود ما میگم جیرم تفنگ هم بزده باشن شوه که گفتم الله به ما پسر داده گیلا که خدا به ما داده تفنگ هم راکت هم بزده باشن وخی گیلا جا وخی برو کار خوب برو حوصله داری تو بخون وخزم نه خب من گفتم سکو تو میشدیم برو میشد خب برای من خود چرا بای دادیم بازی برد و باخت داره نه دیگه بازی تو رفیق نمیفهمی دیگه تو خیلی میفهمی که همه ضرار تو کیلی نکرد و کسی باید نه کلمه براتون درس را شما خدا تو گفتم براتون با باغچه اسب خلت کنه اگه چه ببره با اسب خود ببره با باغچه سگو چی میگم اگه به همه کارا خواهی تا تنگ میبودی انشالله به یک جای میرسیدی نه دیگه یاد نداری نشی دیگه خود ما ما خودت تو دیگه نمیشینم وقت نشی دیگه تو اگه مثلا چی تاشی که بابو بری حالا که سر دیگه بزینی مسته امشب اگه بازی کردیم امشب بازی میکنه باید نشه که ما به تو خشت تا میکنم با تو بریم منگال تا کنیم خودت من خشته نداشته باشم چی میگی تو گیلک آخه بازیه به بازی میفهمی برو کاکا دیگه نشی هیچ کی نمیفهمه یک تا تو میفهمی نه تو میفهمی بازی تو میفهمی به زندگی تو میفهمی وخزا همه ضرر سوق نفس سوخته بیام دیگه تو خشت تا میکنی ما گفتم همه خشت تا شده میبردی از این شب من رفیق دیگه بخو پیدا تو خودت دیگه کسی خشت تا میشدی نمیبردی اگه به همه کارا زندگی خود تو پابند میبودی به یک جای میرسیدی یک چیزی میشی خیری کی بود؟ تو بیا یک دقیقه کاش که بسته ساک شما نگیره این درس را بودی شد عباس همین چنگی نه کریز یا میره برا اگه کی گردانم بند باشه میکنه دمه چی رقمه رنگ تو به گوش عباس نولالله کجایه؟ کی؟ نولالله برار تو نورالله برار من ها چرا؟ سکو تو عباس تو فکر کو که اگه رفیق مه ایدگل خب همه دمه بزرگ تو چیز کو تو به منجگاه به جمعی تبکی رسوندن تو خشت تا شو آیا ما بای میدادیم اگه خشت تا میشد خشت چی؟ خشت چی؟ خشت پرویزی من تفکیر رسوندم بزرگ تفکیر رسوندم تو همینجا خشت تا شو او برای ناسندی پشر انداخت انا پشر که بنداخت آخر به دیوال نمانه که پرخاک میشی او که پشر بنداخت به نظری تو پشر صبر کن خب صبر کن خب صبر کن تو بسی چی کردی گپ بخور صبر کن بزنی اول کلیز اگه میکند رو چینی تو مثل تو چی کردی گپ بخور بزنی چی می درس را ما مثل گرمیش وری باد میکردی میگم همین خشت اگه تا نمیشد اگه بای نمیدادی ما 13 همین خشت چیه من نمیفهم تو پروازی نکردی نه پروازی چیه آها از اونایی که میته میکنم پروازی خب تو بچه جوان 70 سالش 18 شدی تو پا به 18 دوره بر 18 حال پر ندیدی من مثل شما بیکار نیم که بازی کارا برم بفهمیدی تو ایت نمیفهمی به جا خش پشر تا کردن ما باید دادیم
تو هم برای خوشش کو بیای حال تو خودی کی پربازی کردی؟ کی نولله گل ما یکم چیز حال نورلا برای با خونه نیه رمضان هم بدار با خونه نیه کجاه سر زمین ها چه آلوده خود تو میگی که ما بای دادیم ما بای دادیم ما گفتم بپرسون که ما تعم شده ما تفکیر رسوندم موضوع به تفکیر چرا گوش نکشیده سوال دیگه میدی یک ذره بره پیش بلار می که تو چه خشت تنها شدی و نه بلار تو خودی ما عریف بوده بلار تو انگار که عریفه ما بیعریفیم ما رفیقیم تو بیعریفی لا برو بلار من به این پروازی نکن برو کجا برم؟ کمی از این پروازی کم عقل کمال به کجا ده ما سعی کنیم گفتیم امشب خود ما بازی میکنه رفیق ما میشه نیه بلار من برو کجاه سر زمین های ما که آدمی خودتو گپ میزنم خب من میگم تو بگو کجاه بر سرایه به سرایه به صحرای تو یک ذره بیایده که چه این تنها شده تنها شد خب من میگم اگه بازی میکنه امشب رفیق ما شه خود ما بازی کنه نولله نه بیا گیلا رفیق بیا تو رفیق بیا شنری بیا من به هم زدم خودیو خود کی خود ایدگل خب چره صبر کن تو هم دمی که تو بزی دست راست شیشته میدی که پیاله چای بشه میدی خب من تفکیر رسوندم موضوع گفت تو خشت تا شو او خشت تا نشد برا تا پشه تا شده ایشت تفکیر رسوندی ها ایشت تفکیر نگو چگیته پربازی به اشاره نمیشه به چی میشه پربازی مگر چرا میگم پربازی بعد عدل بازی کنید تفکی باید بری بدی به چشمک ولا بعد نمیشه که تو همه تو بعض عادت دارم من میتونم کنم عادت داره هنوز سکو. بدیدی با- بدیدی که کد خوردی نه سکو برادر من خود من به گردنم بند باشه دیگه خوب پیار بگو تو من به چه بگو. دیوانی تو چرا؟ بای داری مگه برو بزنی کی بری تو زدم برادر دگه اگه ما پیار داشته باشم دگه خود شما اصلا بازی نمیکنم نه شما دغلگره براتون درس را شما ماله خب دویده براتون عباس برار تو بیا ماده به من میگه خب تو چرا به می عقل کمال خوب باید دادی راست. من گفتم برادر من عریف گنده داشتم من رفیق گنده داشتم من عریف من گنده بودم رفیق خوبی بود تو درست بازی کردن میتونی تو یک کار کن تو ما و تو امشب رفیق میشیم من خواهی تو بازی نمیکنم تو بلد نی تو باز اگه خودت بشین باز من کوت میخورم اگه درست بازی کنی بازی میکنم اگه تو به اشاره و به چشمک و لبک ایده کنی خود باز همون تو کوت که خودی ایده گل خوردی باز همون تو کوت ما خودت میخورم من خودت بازی نمیکنم مگر اون خشت ایواز خشت چی تعمه شد ایواز خیلی پشه یا منگال تو مغز سر تو خرابه واقعا تو ازم دیوانه تری ما چی تعمه شدم مثلا تو چی تعمیر شدی او چی تعمیر شده بود ندیدی تعداد چی بود خب که نمیفهمید اگه مگر جلوی شب یاد بود من افسوس میکنم که ما هم بای دادیم وای کمی تو به زندگی خود فکر کن فکر خود به طرف پران انداز نه دیگه نامردی میکنی تو میری خودی از میشینی تو رمضان چی هر دو تا چیزا چاقلمبه خود چاقلومه باشه خود عقل خور به کار بنده به چاقلوم بگی چی کار داره تو اصلا نباید هیچ وقت خودی با بشینی بازی کنی تو یکی پیدا کن هم سن سال خودت هم رنگ تو علی بیت یک بیعقلی خودی تو آدمو نشی برو دیگه میگی خشت تا نمیشدم من نه دیگه گفتن خودتو منگال باید تعمیر شدی خوبه کاش که خدا با تو یک پوری عقل میداد بدبخت اگه بازم میای باز این شب میای بازی میکنیم نه با برو برات کار کن تو سبک که من پیخم واکنی ماما نوروز سلام علیکم ماما نوروز اشتنی خیاریم بخیر سلامت زنده باشی میگم ماما نوروز بله شما چرا جلو همی بچه خود گیله که نمیگیری برادری شعر به شعر بران مینا جمع میکنه بلو کرون میداره رمضونی عید گولی نمیفهم نورالله میام بخونیم اینجا در پربدی دارم تخم پوج میکنم چای مایم تا صبح خنده میکنم اختلاط میکنم منشهر این بچه خور ماما نوروز بگردونین دیگه بعد با خدا ما دست از اینا به تنگ آماده
یعنی به چی گیله؟ ها مامان که به رو چهار جمع میکنه ها برار به اونا جمع میکنه ور میداره میاره به خونه گله و میدار بگردونیم هیچ نگذاریم همین گله که بیای برادری یلا کنه رد ما که بالا نفتادیم بعد میکن که گیلک به سر شما میاد یه گیلک وقتی به که سر میام میاد. به سر شما پروازی میام آره پیدا شد میگم تو به سر از اینو چی کرده که میره شهرشون میره شوم بشوم دواشوم بخونه بشوم بعد نمیایی تو چه به پروازی میری؟ مبتلا گفته که دیگه به پروازی نری بابا جو پیاره بسته کنین قطع بالا ما به دل شما شه در بسته کنین مرغا بیرون نشه بابا سعی کنین نورالله برار از این میایه بفهمیدین؟ نورالله برار یا خب نورالله برار از این میایه میگه گلک رمضان ایدگل خب چیز شامدک خب اینا رو هم جمع میکنه میگه بیایم بریم پروازی کنیم شو بشینم به شو نشینی به اختلاط کرده به چای خورده به تخم پیچ کرده و قد اونجا اوتر باز نکی کاکا جو اول برو خوشم نصیحت کنی بله ها آمد امروز همینا بگردم نگیرم ندارم گوش برو کن هم یک حالا که ما بیام مادر سرتون کن کجی برار جان تو عباس بچی خوبی نورالله به دیر یک دفعه صبر کن ما بیام مادر سرشون کن کجی جان بیا که بین خودت یک جای بریم میری خودمه هاتی که مجبوری بری دیگه اینه نه یا کاکا به سراما چی بایی که میایی برو خون بگردون که نه برای بابا اینا نه شما بچه خوب بگردونیم نه یا شو نه یا به شو نشینی خب اگه دیگه این دفعه آمده من پای نشکستم فهمه چینیو نه یا دیگه نیلک به سراما دیگه نمیای برو به خدای میگی میفهمی خب میایم به سلام مشکل نداره بابا رو رسیل کنیم این بچه شمانه تو بس که اینجا چندشینه چون نشینی تاگی شوی تو باف کن که من یک از خوشیش دادی میده اتاق میگم با اتاق خب غیفه ایتی یک بیا کلی طور میکنم میفهمی یا نه من خصیت نداره که چای بدم به میمون خب ما تی کنم بابا بگم چای نماییم چی؟ تی کنم خودم اصلا یک به سرا نمیخوام که بیای دیگه ببینم پاتو رمش کن که اثر رو بدهش اینا ماشون میفهمی یا نه؟ شما که بابا به من سختی تنه خود کلون کرد گفت کم کو تو هم تو با تاگیشو میزنم میته مامان رو دیگه بچه خونم داری من برو کاکا جو میگم برو دیگه برو خوب بفهم که دیگه نایی بدست رو نزنو میگم نورالله برار تو بیا من بگفت چرا من نمیایی آدی ابو برار به نورالله بی عقلی بکد تو هم مگری بیایی هر که بگه جل جل تو اینه که بگی نام خدا برو کاکا جو برو برات کار خوب برو کلمه سیاست هم نکن برو مامان امروز به شما بگفتم دیگه اینا تو خدا اصفر گریم تو بگیریم بابا مر بگیریم شما مر بگیریم بابا برا برو بسرا تو به پیان خود تن میدی خود تیر کن بابا برو بابا سر کنه شما میگم تو بردی بسته کن تو گیلا مردی بسته کن خدا به سنگ نزنو تو مردی بسته کن بابا چی شد نزنه بر بابا واخی بگیریم بابا یک گوشه می برو برات کار بابا بگیریم بابا برو به خدا مامان امروز که لکت آدم برو کم بس همینجا بس بدن برو خجالت نمیکشی برو تمام سلام بدن دیگه تو نبینم برو دیگه تو نبینم که بریم برو پاتونش کن دیگه از سر بدنشی برو بس خیلی شیطان برو دیگه کاکاتم برو برات کار خورو برو خوب فهم دیگه نای بدر سر آمد برو کاکا شما پیار و بچه میته بیار برو که برو بدن برو مردی تو خواه برو سر رو شهر چی گفته؟ یالا کنه بعد از اون گپ مفت میزنه که جیر مدام از این گپ مفت خو میگه بیای منو به میجگا به خونه ما خفتن همین زیر زمینی که میجگا جمع جور میکنه تا صبح خود شما میشینی گیلا کرامر داریم بیارین خوب سکو همین تو به جلب کامی انگور هم بیارین رست یک چیز دیگه یک دست پر نوی هم بیارن که نه شا و دوست خواهم رنگ معلوم نمیشه قره و پشه خودی هم قده وقت شده خوبه بیایم دیگه خفتن بیایم صحیحه بیایم خداحافظ کسی نه ببین که جیر بگه که ما حالا بفسته تو نیم نمیسی زمینی بخیر خدمت رفیقا خفتن میان تا صبح میشینیم خدا پر میزنه گیلا کرم میانه ساعت مرتیر میکنه 4 کلمه میگه و میخنده خلاص 10 ساعت بگذارم 9 دقیقه